آیا تا به حال براتون پیش اومده که وارد اتاق بشین ولی فراموش کنید که برای چه کاری اومدین؟ یا اینکه دنبال کنترل تلویزیون باشین و هی پیداش نکنید در حالی که کنترل تلویزیون دقیقا بغل خود تلویزیون قرار داره؟ یا اینکه یه تصمیم بگیرید یه چیزی رو بخرید و بعدا پشیمون شید که اصلا چرا من اینو خریدم در حالی که به دردم نمیخورد؟ همه اتفاقات یه بچه مشترک دارن و همه‌شون حاصل نحوه پردازش اطلاعات توسط مغز ما هستن. و رشته‌ای که امروز می‌خوایم معرفیش کنیم دقیقاً همینا رو بررسی می‌کنه، اینکه ما چجوری اطلاعات رو دریافت می‌کنیم، چجوری پردازش می‌کنیم، ذخیره می‌کنیم و در نهایت چجوری رویدادها رو تفسیر می‌کنیم. این رشته یکی از شاخه‌های مهم علوم شناختی محسوب میشه و چیزی نیست جز روانشناسی شناختی. بریم سراغش. با ما همراه باشید. سلام خدمت دوستان عزیز. اینجا چنل کاگنیتیو ساینس آکادمیه. خوش اومدید به چنل. امروز میخوایم راجع به رشته روانشناسی شناختی صحبت کنیم برای کسانی که میخوان وارد این رشته بشن و خوبه که راجع بهش صحبت بشه تا افراد بدونن برای اینکه وارد این رشته بشن با چه مسائلی باید سر و کله بزنن. اول از همه تعریف روانشناسی شناختی باید بگم که دو تا تعریف ازش هست که این دو تا تعریف در واقع مکمل همن، نمیشه گفت متفاوتن. ولی خب هدف اصلی روانشناسی شناختی مطالعه کارکردهای ذهنیه، مثل حافظه، توجه، حل مسئله، ادراک، اینکه ما چجوری اطلاعات از محیط میگیریم. در مورد حواس پنجگانه هم حتی صحبت میشه چون به هر حال تو ادراک ما تاثیر گذارن. اینکه ما چجوری کنترل تکانه میکنیم، در واقع کارکردهای مغز برای اینکه بتونیم با دنیا تعامل کنیم، چجوری اطلاعات رو دریافت میکنیم. که حالا تعریف اول بیشتر میپردازه به کارکردهای ذهن مثل همینایی که گفتیم. تعریف دوم میگه نه، ذهن از جهان یه سری بازنمایی‌ها میسازه و بر اساس اونها عمل میکنه. حالا بازنمایی چیه؟ بازنمایی یعنی ما دقیقاً مشابه دنیا رو که درک نمی‌کنیم، یه مدلی از اون دنیا میسازیم تو ذهنمون و رو همون پردازش‌های اصلی انجام میشه در واقع. که این دوتا تعریف هر دوش درسته و یه جورایی اصلا مکمل همدیگه. و حالا در ادامه میپردازیم که فرق اصلا روانشناسی شناختی با روانشناسی بالینی و سایر گرایش‌ها چیه؟ چون اونا هم خب رفتار و فرآیند ذهنی بررسی می‌کنن، پس فرقشون در کجاست؟ ولی قبلش باید بریم حالا یه خورده هم به تاریخچه‌اش بپردازیم تا متوجه بشیم. قبل از اینکه روانشناسی شناختی به رسمیت شناخته بشه یا حتی اصلا علوم شناختی مطرح بشه، ما یه سری افرادی داشتیم که تو این زمینه پیشگام بودن و یه سری آزمایشاتی انجام دادن که مرتبط میشه با روانشناسی شناختی. در واقع اولین کسانی بودن که مطالعات شناختی انجام دادن. اولین مطالعه در سال 1868 توسط فرانسیسکو داندرز انجام شد. داندرز یه آزمایشی طراحی میکنه که میخواد به ذهن رو بررسی کنه. یعنی تو دوره‌ای که میگفتن ذهن رو نمیشه بررسی کرد چون قابل دیدن نیست، یه جعبه سیاهه، داندرز میاد آزمایشی طراحی میکنه و یه نوری در یه صفحه نمایشی همونطور که میبینید ظاهر میشه و فرد باید یه دکمه یه چیزی رو بزنه تا اون زمان واکنشش ثبت بشه. یعنی در واقع راهی که داندرز برای اندازه‌گیری فرآیند ذهنی در نظر گرفته بود زمان واکنش بود. که این میشه حالا زمان واکنش ساده، یه محرکی میاد و شما به محض اینکه اون رو دیدین یه کلیدی رو باید بزنید. همین. حالا این آزمایش رو یه خورده میاد پیچیده‌تر میکنه، یعنی هم سمت راست و هم سمت چپ نور ظاهر میشه ولی شما فقط باید دکمه مثلا سمت چپ رو بزنید. این میشه چی؟ این میشه زمان واکنش انتخابی. حالا تو اسلاید بعدی مکانیسم شناختیش رو بیشتر توضیح میدیم که چه فرقی این دوتا با هم داره. ببینید تو حالت اول که یه نوری ظاهر میشه و شما باید یه دکمه‌ای بزنید، تو این حالت زمان واکنش ساده است. شما فقط این محرک رو میبینید و دکمه رو میزنید و زمان واکنشتون ثبت میشه. از زمانی که محرک ظاهر شده تا زمانی که شما دکمه رو بزنید میشه زمان واکنشتون. درست؟ حالا شما تصور کنید که
دو تا نور در سمت راست و چپ ظاهر بشه، ولی شما فقط بعد دکمه مثلا چپ رو بزنید. خب در این وسط شما تو ذهنتون باید یه انتخاب بکنید در واقع، که بر اساس قاعده‌ای که به شما گفته شده باید حواستون باشه که راست رو نادیده بگیرید و چپ رو بزنید و همچنین بعد بین دکمه چپ و راست چپ رو انتخاب کنید، که این خودش باعث میشه که زمان واکنشتون یه مقداری بیشتر بشه. حالا مقداری که داندرز به دست آورده بود این بود که 0.1 ثانیه تفاوت وجود داره وقتی هر دو سمت نور ظاهر میشه. شخص دیگه‌ای که حالا برای اولین بار آزمایشگاه علمی روانشناسی رو در سال 1879 تأسیس کرد، شخصی نیست جز ویلهلم وندت، که رویکرد ایشون ساختارگراییه. ساختارگرایی یعنی ذهن رو به اجزای مختلف تقسیم کنی و بگی که ذهن از این اجزا تشکیل شده. در واقع چیزی که ویلهلم وندت مد نظرش بود این بود که ذهن یه چیز مثل جدول تناوب شیمیه و اون اجزا رو به احساسات پایه تقلیل میداد. رویکردش هم اینجوری بود که افراد آموزش میدیدن که احساسات خودشون رو تا جایی که میتونن دقیق توصیف کنن، که بهش میگن درون نگری تحلیلی. یعنی محرک مثلا ظاهر میشه، یه بوی، یه صدایی، چیزی ظاهر میشه، فرد باید احساسش رو دقیقاً توصیف کنن. اینا حالا بهش آموزش میدن، که دقیقاً مشکل همینه که فرد نمیتونه خب دقیقاً و بدون سوگیری احساسش رو توصیف کنه و همین نتایج آزمایشاش تکرارپذیر نبود و از اونجا هم که روشش خب عینی نبود و بر اساس فقط توصیفات افراد بود، این بعداً انتقاداتی بهش وارد شد و این روش رفت کنار. شخص دیگه ای که برای اولین بار حافظه رو مطالعه کرد و روشش هم کمی و ریاضی بود، شخصی نیست جز ابینگهاوس، که آزمایشی که انجام داد در واقع آزمودنیش فقط خودش بود. یه سری لیست هجای بی‌معنی ایجاد کرد برای اینکه حافظش تحت تاثیر مثلا اون دانسته‌های قبلیش قرار نگیره، یعنی بهتر بودن حافظش تحت تاثیر این نباشه که اون کلمه براش آشناتره، سوگیری نباشه این وسط. برای همینم دفعه اول که میخواست این لیست رو یاد بگیره زمانش رو ثبت میکرد، دفعه دوم هم همینطور، سوم هم همینطور و الی آخر. و هر دفعه که این یادگیری ها رو انجام میداد بینشون حالا تأخیرهای مختلفی میذاشت، مثلا یه بار 20 دقیقه، مثلا بعدش میشد یه روز بعد، میشد 2 روز بعد و همینجور اون دیلیش بیشتر میشد. بعد حالا هر چقدر بعد اینا رو از هم کم میکرد، یعنی از دفعه اول هی کم میکرد ببینه مثلا چقدر از اون حافظش مونده و نشون داد که بیشترین فراموشی‌ها تو 2 روز اول رخ میده. یعنی شما موقع درس خوندن یه چیزی رو اولین بار میخونید نباید سخت بگیرین بابتش که چرا یادم میره، چون اوج فراموشی همون 2 روز اول معمولا و بعد دیگه یه هفته و بعدش دیگه به یه ثبات خاصی میرسه و دیگه شما به اون صورت یادتون نمیره مطالب. حالا نمودارش رو ببینید بهتر متوجه میشید که منظور چیه از این موضوع. ببینید منظور از زمان صرفه‌جویی شده اینجا بهتر میشه صحبت کرد راجبش. ببینید مثلا دفعه اول که یاد گرفته 1000 ثانیه طول کشیده. خب بعد حالا دفعه دوم که 20 دقیقه بعد میاد یاد میگیره 400 ثانیه طول میکشه، چون بیشتر اطلاعات تو ذهنشه و طبیعی هم هست و 600 ثانیه خب صرفه‌جویی میشه. یه روز بعد که میخواد حالا دوباره یاد بگیره این دفعه 650 ثانیه زمان میبره و 350 ثانیه صرفه‌جویی میشه بابت یادگیریش. ولی خب هر چی جلوتر میره مثلا 6 روز میشه، این مقدار زمانی که صرفه‌جویی کرد بابت یادگیری بعدیش کمتر و کمتر میشه. ولی خب تو اسلاید بعدی میبینیم که از یه جایی به بعد این دیگه مقدارش به طرز معناداری دیگه کمتر نمیشه. ببینید همونطور که تو نمودارم مشاهده میکنید یوهو بعد 1-2 روز و تا 6 روز هم ادامه داره به شدت حافظه فرد افت میکنه اینجا و اطلاعات بیشتری در واقع عدس میده، هی تایمش داره نزدیک میشه به زمانی که دفعه اول صرف کرده بود این هجاها رو یاد بگیره. ولی همونطور که میبینی از یه جای به بعد دیگه این کاهش حافظه دیگه
به اون صورت نیست و به یه سطح نسبتا ثابتی میرسه. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که فرد اگر مرور منظم داشته باشه، نسبت به قبل افت حافظش و نشر اطلاعاتش خیلی کمتر میشه. بنابراین نباید توقع داشته باشید که دفعه اول یه چیزی رو بخونید، دفعه اول دوم سوم یه چیزی رو بخونید و توقع داشته باشید که اون مطالب پیچیده تو ذهنتون بمونه. در واقع هرچی بیشتر با فاصله مرور کنید، بیشتر اون اطلاعات تو ذهنتون میمونه و موارد کمتری از ذهنتون خارج میشه. ویلیام جیمز کسی بود که برخلاف افراد قبلی به شکل با روش متفاوتی پیش رفت. یعنی اصلا روش کمی ریاضی استفاده نکرد، مطالعه آزمایشگاهی نداشت، ولی خب بر اساس مشاهدات عمیقی که از ذهن خودش داشت و تجربیاتی که داشت، اصول روانشناسی نوشت و برای اولین بار تعریف خیلی دقیقی از توجه گفت که هنوزه تو روانشناسی شناختی تعریف معتبری حساب میشه. در واقع تعریفی که ایشون داره اینه که توجه اینه کنار کشیدن برخی چیزها برای پرداختن مؤثر به چیزهای دیگه. یعنی شما یه سری محرک تو محیطتون دارید و اونا رو فیلتر میکنید، نادیده میگیرید تا به چیزایی بپردازید که مهم هستن. این میشه تعریف توجه از نظر ویلیام جیمز که هنوزم معتبره. خب میرسیم به قرن 20 وقتی که رفتارگرایی توسط جان واتسون بنیانگذاری شد. مسئله اصلی رفتارگرایی این بود که رفتار رو چجوری کنترل و پیش بینی کنه. ذهن رو مطالعه نمی‌کردن، چون به هر حال نه ابزارش وجود داشت و نه اینکه تعریف درستی از ذهن وجود داشت. درست یعنی خب تعریفی که بشه عینی بررسیش کرد. و چیزی هم نداشتن که مثل کامپیوتر که حالا بعداً اختراع شد نسبتش بدن بگن آره ذهنم مثل نرم افزار برای کامپیوتره. همچین چیزایی اون موقع خب نبود، تصوری از ذهن نداشتن که بخوام مطالعهش کنن. در حالی که خب فلاسفه قبلی راجع به ذهن هم صحبت کرده بودن. ولی خب چیزی نبود که بشه عینی مطالعهش کرد، نه اینکه حالا نشه راجبش صحبت کرد. برای همین از حوزه مطالعهشون خارج بود. به هر حال یه آزمایشی هم واتسون انجام میده اسمش آلبرت کوچولوی که در واقع کودکی به اسم آلبرت وقتی نزدیک موش سفید میشد یه صدای وحشتناکی پخش میشد که این باعث میشد اون کودک واکنش ترس داشته باشه و این چندین بار تکرار میشه و بعد اون دیگه هر وقت اون کودک میخواد نزدیک بشه به اون موشه بدون اینکه حتی صدایی پخش بشه احساس ترس میکنه و ازش کلا دیگه اجتناب میکنه. حتی اگه عروسکی هم مثلا خزمانند باشه، سفید باشه هم از اون دوری میکرد. و این به این نوع شرطی شدن خب میگن شرطی سازی کلاسیک و بعدها هم شرطی سازی عامل که توسط اسکینر مطرح شدن اضافه میشه به رویکردهای رفتارگرایی و اسکینر هم که خب میگفت مثلا رفتار با پاداش تقویت میشه. ما از طریق پاداش‌ها و تقویت‌هایی که از محیط میگیریم یه رفتاری رو یاد میگیریم که حالا جلوتر هم میتونیم ببینیم که چی شد که کم کم مطالعه ذهن و شناخت وارد روانشناسی شد. اولین آزمایشی که در واقع باعث شد که کم کم استارت این که روانشناسی به سمت بررسی ذهنم بره آزمایش ادوارد تولمن بود. تولمن میاد یه مازی رو قرار میده و موش رو میفرسته که داخل ماز دفعه اول حالا بچرخه آشنا بشه و تو حالت بعدا میاد حالا یه پنیر قرار میده تو خونه حالا بی طبق این شکل و از موشه رو میذاره تو نقطه A تا بره غذا رو پیدا کنه. حالا موشه بعد کمی گشتن به سمت راست میپیچه و میره غذا رو پیدا میکنه. حالا تولمن با خودش میگه که خب بذار مثلا جاشو عوض کنم و ببینم از نقطه C بذارم بازم میتونه غذا رو جای درستش رو پیدا کنه یا نه. و از نقطه C میذارم و میبینیم که بازم موشه میره پیدا میکنه غذا رو، به درستی هم پیدا میکنه. بعدن تولمن به این نتیجه میرسه که این موشه از ماز یه نقشه شناختی ساخته تو ذهنش، یعنی انگار یه دید بالایی نسبت به این داره و به این نتیجه میرسه که خب اگر بر اساس پاداش و تقویت بود موشه بعد میپیچید دوباره به سمت راست و میرفت مثلا به نقطه D، در حالی که موشه یه راست رفت سراغ نقطه B. پس این
رفتار صرفا بر اساس پاداش یاد گرفته نمیشه، بلکه موشه یه چیز فراتر از شرطی سازی و اینجور چیزا تو ذهنش داره انجام میشه که گفتیم که این خب نقشه شناختی داده. یعنی نمیاد مثلا رفتاری که یاد گرفته رو کورکورانه اجرا کنه، بلکه بر اساس اون نقشه شناختی که تو ذهنش از ماز ساخته میره عمل میکنه. خب این یعنی این وسط بین محرک و پاسخ یه سری فرآیند ذهنی در جریانه. در ادامه حالا آزمایش تولمن یه سری نقدان توسط چامسکی به اسکینر وارد میشه در مورد زبان که حالا تو ویدیوی تاریخچه راجع بهش صحبت کردیم دیگه، تکرار نمی‌کنیم اینجا به خاطر اینکه وقت زیاد گرفته نشه. و اینکه آزمایش جورج میلر هم که گفتیم اینا تاثیرگذار بودن و به وجود اومدن کامپیوتر و پدید اومدن هوش مصنوعی همه اینا باعث میشه که افراد بتونن یه استعاره‌ای پیدا کنن از شناخت و بتونن اینجوری توضیحش بدن که مغز ما مثل یک کامپیوتر میمونه که اطلاعات رو دریافت، پردازش و ذخیره میکنه و تفسیر میکنه، بر اساس اونا برنامه‌ریزی میکنه یه کاری انجام بده. تا قبل اختراع کامپیوتر و صحبت از هوش مصنوعی نمیتونستن رسمیت ببخشن به این قضیه. هرچند که علوم شناختی سال 1956 متولد میشه، ولی تو کتاب روانشناسی همچنان راجع به رفتار همش صحبت میکردن، کسی راجع به ذهن و شناخت صحبت نمیکرد. تا اینکه اولین کتاب روانشناسی شناختی توسط اولریک نیسر منتشر میشه، ولی خب این کتاب هم فرآیندهای عالی ذهن مثل استدلال و حل مسئله و توجه و اینجور چیزای اینا رو نداشت. در واقع بیشتر تمرکزش رو حواس پنجگانه و حافظه بود، نه راجع به فیزیولوژی مثلا فرآیند ذهنی چیزی گفته بود و نه راجع به فرآیندهای عالی. بیشتر رویکرد کتاب اینجوری بود که آره ما یه اطلاعات رو میگیریم، ذخیره میکنیم، پردازش میکنیم و همین، یه ورودی میگیریم یه خروجی میدیم. خیلی اون وسطش تئوری مطرح نکرد، یعنی واقعا کتاب خالی بود، مطالب زیادی راجع به ذهن نداشت. ولی خب اولین تلاشی بود برای اینکه به روانشناسی شناختی رسمیت ببخشن که حالا بعدا نظریه‌های شناختی راجع به توجه و حافظه و اینا مطرح میشه و شکاف اولی پر میشه. بعدا هم دستگاه‌های تصویربرداری مغز مثل fMRI یا اینا میان و بعدا تو مطالعات علوم اعصاب میتونن بگن که حتی حالا کدوم ناحیه مغز در اثر این فرآیند شناختی فعال میشه. خب این از تاریخچه روانشناسی شناختی. حالا میخوایم به یه سری مسائل اصلی بپردازیم که راجبش خیلی سوال میشه. اینکه حالا روانشناسی شناختی فرقش چیه؟ مگه مثلا بالینی فرآیند ذهنی و رفتار مطالعه نمیکنه؟ مگه تعریف روانشناسی اصلا این نیست؟ چرا هست؟ ولی فرق روانشناسی شناختی با سایر گرایش‌ها اینه که خب تمرکزش به جای اینکه مثلا رو آسیب شناسی رفتار باشه یا بحث تربیت باشه یا اصلا رفتار انسان تو سازمان این چیزا باشه، تمرکزش رو خود فرآیند ذهنیه، رو خود مکانیزم‌های زیربنای شناخته. خود اونا رو به تنهایی بررسی میکنه، کاری نداره که حالا مثلا آسیب شناسیش چی میشه، خیلی اینا رو بررسی نمیشه داخلش. و روش‌های پژوهشیش هم متنوع، مثلا شما میتونید پرسشنامه پخش کنید، میتونید آزمون‌های شناختی تو کامپیوتر مثلا طراحی کنید و به آزموندنی بدید. میتونید حتی مدل سازی کنید با کامپیوتر، شبیه سازی کنید اون فرآیند ذهنی و یا حتی اصلا از روش‌های ثبت فعالیت مغز استفاده کنید، تصویربرداری مغز انجام بدید. یعنی روش تحقیقش کاملا متفاوته و چندین کار میشه باهاش انجام داد، ولی خب غالبا همشون آزمایشیه. برخلاف مثلا روانشناسی بالینی که میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه، روش کیفی هم حتی داشته باشه، ولی تو روانشناسی شناختی روش تحقیق کاملا کمی و آزمایشگاهیه و با اختلالات اینا هم که گفتیم سر کار نداره، فقط میخواد مکانیزم‌های عصبی و شناختی رفتار و ذهن رو بررسی کنه. و برخلاف سایر گرایش هم کاربردش فقط تو یه هیته خاصی نیست، تو هیت‌های مختلف کاربرد داره که تو ویدیو قبلی هم بهش اشاره شد. مثلا تو بحث درمان شناختی کاربرد داره، تو بحث مارکتینگ کاربرد داره، تو سازمان کاربرد داره و بحث طراحی مثلا UI UX اینجور چیزا هم حتی کاربرد داره.
میشه مطالبش استفاده کرد و برای همین میشه گفت محدود به یه حوزه نیست. یه سوالی هم که حالا راجع به رشته پیش میاد اینه که خب چه مهارتایی باید یاد بگیرم؟ مثلا تو گرایش‌های دیگه معمولا نرم افزاری که افراد باید یاد بگیرن اکسل و اسپیسس و این چیزاست، چیز خاصی قرار نیست به اون صورت فرا بگیرن. ولی خب تو روانشناسی شناختی شما لازمه آمار و احتمال خوب یاد بگیرین. کلا هر گرایشی به نظر من آمار باید خوب بلد باشه، وگرنه شما نمیتونید اسم خودتون رو بزنید یه شخصی که آکادمیکه. اصلا همین ندونستن آماره که باعث میشه خیلی وقتا شما اصلا اشتباهی استنباط کنید مسائل. و اینکه اگه بتونید به تحلیل داده‌هاتون مثلا به جای SPSS با آر یا پایتون انجام بدین، خب رزومتون خیلی بهتره، برای مهاجرت خیلی بهتره. و همچنین بتونید مثلا تکالیف شناختی رو تو کامپیوتر خودتون طراحی کنید، حالا با نرم افزاری مثل سایکوپای، سایک تول باکس تو مطلب. با اینجور برنامه‌ها اگه بتونید کار کنید و یاد بگیرید، خب برای پایان‌نامه‌تون هم خیلی خوبه. شما میتونید مثلا یه آزمونی مثل استروپ رو شخصی سازی کنید، یه سری تغییرات بدید بهش و پایان‌نامه‌تون رو باش انجام بدید. خیلی کمک میکنه بدون اینکه هزینه بدین مثلا اون آزمونه رو بخرید. و همچنین علوم اعصاب هم باید شما در حد همون مباحث حداقل فیزیولوژی مغز در حد لیسانس رو بدونید. حالا بیشتر از اون دیگه بستگی داره که تو چه حوزه‌ای بخواید کار کنی. و مثل هر رشته دیگه‌ای هم زبان انگلیسی متوسط به بالا میخواد. یعنی کسی که ارشده به نظر من باید ریدینگ و لیسنینگش لول خوبی باشه، وگرنه خب نمیتونید مقالات روز رو بخونید، نمیتونید محتوای با کیفیت توی یوتیوب استفاده کنید. حالا برای کسی هم که میخواد مدل سازی بکنه، ریاضیات پایه به نظر من اگه یاد بگیره مورد خیلی خوبیه، خیلی کمک میکنه. ریاضیات پایه در این هم دبیرستان هم حالا برای شروع خیلی خوبه، که حالا بعدا صحبت میکنه راجع به مدل سازی شناختی. تو ویدیو آینده راجع به گرایش‌های دیگه علوم شناختی مثل علوم اعصاب شناختی و مدل سازی شناختی هم صحبت میکنه. ولی خب این مهارت‌هاییه که به نظر من خوبه که یه دانشجوی روانشناسی شناختی در طول دوره ارشدش یاد بگیره. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. ممنون میشم چنل رو لایک و سابسکرایب کنید. تو ویدیو آینده همونطور که گفتم راجع به حالا گرایش‌هایی که حداقل خودم راجبش اطلاعات خوبی دارم صحبت میکنم، مثل علوم اعصاب شناختی، مثل مدل سازی شناختی. راجع به حالا گرایش زبان شناسی و اینا نمیتونم صحبتی بکنم چون در زمینش حالا مطالعه‌ای نداشتم، ولی علوم اعصاب شناختی مدل سازی حتما راجبش یه ویدیو میسازم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.